از این سه نوع آدم پول همیشه فرار میکنه. میخوایم اول سه نوع آدم را خوب بشناسی که این نوع آدم ها کدام ها هستن که همیشه پول ازشون فرار میکنه. اینها هیچ وقت تاجر خوبی نمیشن، موفق نمیشن، حتی در زندگیشون خوشبخت هم نمیشن. اولین نکته، آدم هایی نمیتونن در زندگیشون خوشبخت باشن. آدم های خودخواه هستن، همه چیز را فقط برای خودشون میخوان. خداوند وقتی چیز را به شما میبخشه، سعی کنین به دیگر آدم ها هم کمک کنین. اگر علم دارین به دیگران ببخشین، اگر نعمتی در زندگی دارین به دیگران ببخشین. بخشش است که زندگی انسان رو زیاد میکنه، نه خودخواهی. نکته دوم، آدم های نسبت به دیگران که حسودی میکنه. میگه چرا فلانی داره من ندارم، چشم دیدن نداره. حسود آدمی هست که خودش را از درون میخوره، هر لحظه حال خودش را بد میکنه. انسان های حسود دارای کمبود اعتماد به نفس هستند. و نکته سوم، آدم هایی که غرور میکنه. غرور و تکبر با من و توی که انسان هستیم زیبایی نداره. غرور فقط و فقط برای خداست. امروز اگر حال و اقتصاد ما خوب باشه، فردا قسم دیگری است. اگر غرور و تکبر داشته باشی، با کله به زمین میخوری. اگر از این ویدیو خوشت آمد برای دوستات هم بفرست.